خب سلام، چطورید رفقا؟ حسین کریمی هستم. خوش اومدید به دانشگاه سخت افزار. موضوع امروز ما راجع به مانیتور هاست، صفحه نمایش، مانیتور و کلا میخوایم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. و خب خرید مانیتور خیلی مهمه، به خصوص برای گیمر ها که خیلی همون گیمریم. بیشترمون که این ویدیو رو میبینید بیشترتون گیمرید و خب اگه یه مانیتور خوب نخرید، حالا مهم نیست دیگه سیستمتون چقدر قدرتمنده، اون مانیتورتون اگه خوب نباشه، اون تصویر بازی خوب بهتون نمایش نده، دیگه بازی کردن چه فایده ای داره؟ چه سیستم گیمینگ میخرید، کامپیوتر گیمینگ منظورم دسکتاپ، و چه لپتاپ گیمینگ میخرید و چه کنسول بازی میخرید، این موضوع مانیتور خیلی موضوع مهمیه. شما مثلا فرض کنید یه سیستم خیلی قوی دارید ولی مانیتورتون به درد نمیخوره، یه مانیتور 1080p خریدید و اصلا کیفیت بازی ها نمیتونید بازی ها رو با کیفیت خیلی بالایی تجربه بکنید. و یا برعکسش هم ممکنه، مثلا شما ممکنه یه سیستم بسید که کارت گرافیکش خیلی ضعیفه یا اصلا کارت گرافیک نداره، کارت گرافیک مجزا، ولی خب در عوض یه مانیتور 4K یا چه میدونم یه مانیتور اولترا واید خریدید، یه مانیتور گیمینگ خفن، ولی خب کارت گرافیکتون قدرت نداره که یه تصویر با کیفیت بهتون تحویل بده. امروز تا حدی راجع به مانیتور صحبت میکنم و حالا بعدا هم یه سری ویدیوهای دیگه هم راجع به مانیتور میسازم. امروز حالا زیاد پیچیدش نکنیم، امروز زیاد نه، بعدا بیشتر ویدیو میسازم راجبش. خب اولین موضوعی که باید بهش بپردازیم در واقع ابعاد مانیتوره، اینکه سایز مانیتورتون چقدره. مثلا مانیتورتون 24 اینچه، 27 اینچه یا 32 اینچه. و در واقع این سایز که میگن منظور طول یا عرض مانیتور نیست، منظورشون قطر مانیتوره، یعنی از کج، از بالا به پایین کجکی که میرید این میشه قطر مانیتور. و خب هرچی هم بزرگتر باشه خب صفحه نمایش بزرگتری دارید. واسه لپتاپ ها که معمولا مثلا سایز های تا 17 اینچ رو داریم نهایتا، دیگه 24 اینچ و 27 اینچ از این خبرها نیست. برای لپتاپ ها ما نهایتا سایزهای مرسومش تا 17 اینچه. و اصلا وقتی که صحبت از سایز لپتاپه منظورشون سایز صفحه نمایش لپتاپه. مثلا میگن لپتاپ 16 اینچ، منظورشون اینه که اون صفحه نمایش لپتاپ 16 اینچ قطر داره. خب حالا اینکه چه سایزی از مانیتور رو بخریم، 32 اینچ بخریم، 57 اینچ بخریم یا غیره، اینو بستگی به بودجه شما داره. هرچی مانیتور بزرگتر میشه کم و بیش قیمتش هم میره بالاتر دیگه، چون از مواد و متریال بیشتری باید استفاده بکنم برای ساخت مانیتور، قیمت بالاتر میره کم و بیش و بستگی به نیازتون داره. خیلی از گیمرها خب ترجیح میدن که توی صفحه نمایش بزرگتر بازی بکنن و اون بازیشون رو، تصویرشون رو توی ابعاد بزرگتری ببینن و تا حدی سلیقه‌ای هم هستش این ابعاد مانیتور انتخاب کردن. خیلی از گیمرها هم شاید دوست نداشته باشن مانیتورشون خیلی بزرگ باشه، دوست دارن کوچیک‌تر باشه ولی در عوض بشینن نزدیک مانیتور و بازی بکنن، فاصلهشون کم باشه. و خب مانیتور فقط برای گیمینگ هم نیست، برای تولید محتوا هم استفاده میشه. خیلی‌ها طراحی‌های 3 بعدی انجام میدن، 3 بعدی یا 2 بعدی فرقی نمیکنه، و کارهای گرافیکی انجام میدن، مثلا با نرم افزارهای فتوشاپ کار میکنن یا ادیتور هم با پریمیر کار میکنن، با مثلا 3D Max کار میکنن، مایا کار میکنن، میخوان طراحی انجام بدن. خیلی ها ممکنه بخوام با صفحه نمایششون فیلم ببینم و اصلا مانیتور نمیخرن، میرن تلویزیون میخرن. خب اینجا هم صفحه نمایش بزرگتر اهمیت داره دیگه. خیلی ها دوستان فیلمشون رو توی ابعاد خیلی بزرگتر، حتی 85 اینچ و یا حتی بالاتر از اونم ببینن. تا یادم نرفته این موضوع رو هم بهتون بگم، مثلا میگم مانیتور 32 اینچه، هر اینچ معادل 2.54 سانتی متره، یعنی که 1 اینچ بزرگتر از سانتی متره. این رو هم دقت بکنید. یه مزیت دیگه هم داره صفحه نمایش بزرگ. شما وقتی با سیستم عاملتون کار میکنید، مثلا سیستم عامل ویندوز یا مک یا لینوکس، هر چی که هست دارید کار میکنید، تعداد صفحه های بیشتری رو میتونید همزمان باز نگه دارید و باهاشون کار بکنید. مثلا توی ویندوز میتونید چندین تا پنجره رو کنار هم باز نگه دارید و با همشون کار بکنید و هرچی صفحه نمایش بزرگتر باشه مسلما بیشتر کمکتون میکنه. یه نکته دیگه که باید راجع به صفحه نمایش‌ها یا مانیتورهای بزرگ بهتون بگم اینه که یه مشکلی هم ممکنه داشته باشن این صفحه نمایش‌های بزرگتر، یه سری جاها مشکل ایجاد میکنن که جلوتر بذارید بهتون بگم، الان قاطی نکنیم، تو همین ویدیو جلوتر بهتون میگم. خب دوستان، یکی از مشخصات خیلی مهم مانیتورها و کلا صفحه نمایش‌ها رزولوشن تصویر هست و به صورت
دو تا عدد که در هم دیگه ضرب شدن معمولا میبینیمشون. مثلا رزولوشن 1920 در 1080 که یکی از مرسوم ترین رزولوشن های تصویره و بهش رزولوشن 1080p هم میگن. البته در واقع این دو تا عددی که میبینید داره تعداد پیکسل های تشکیل دهنده تصویر رو به ما نشون میده و اینکه حالا پیکسل چیه هم من ویدیوشو ساختم، لینکش براتون میاد، میتونید برید ببینید اون ویدیو رو. پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی پیکسل چیست و فریم چیست رو ببینید تا با این موضوع مانیتور بیشتر آشنا بشید کلا. ولی خب در کل اگه توی تصاویر زوم بکنید میبینید که تصاویر از کلی دونه های ریز پیکسلی، در واقع از کلی پیکسل های مربعی تشکیل شده و این پیکسل ها در کنار همدیگه قرار میگیرن و تصاویرمون رو میسازن و این پیکسل واحد سازنده تصاویره دیگه، درسته؟ و وقتی میگیم تصویر رزولوشنش 1920 در 1080 یعنی اینکه 1920 تا پیکسل افقی داره، یعنی از چپ تا راست تصویر تا انتها که بریم 1920 تا پیکسل هست توی هر ردیف دیگه. و از بالا به پایین هم بیاین پیکسل های عمودی تعدادش 1080 تاه. منظورم این نیست که کل پیکسل های عمودی 1080 تا، توی هر ردیف 1080 تا، یعنی 1080 تا اینور، همجوری 1080 تا اینجا 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 و توی هر ردیف 1080 تا پیکسل عمودی وجود داره. و حالا کل این پیکسل های تصویر رو بخوایم تعدادش رو به دست بیاریم باید این دوتا رو در هم ضرب بکنیم، یعنی 1920 رو ضرب در 1080 بکنیم کل تعداد پیکسل های تصویر به دست میاد. و دوستان هرچی این رزولوشن تصویر بیشتر باشه، یعنی تعداد پیکسل های تصویر بیشتر باشه، کیفیت اون تصویر بهتر میشه، جزئیات بیشتری توی تصویر مشخص میشه. بازم میگم اگه اون ویدیوی پیکسل چیز رو ببینید بهتر متوجه میشید. ولی خب مانیتورهایی که رزولوشنشون بالاتره قیمت بیشتری هم دارن معمولا و فشار بیشتری هم به سیستم وارد میکنن. مثلا رزولوشن 1080p یه رزولوشن پایین تره و تقریبا میشه گفت امروز حداقل رزولوشن مانیتوراست و بیشتر توی مانیتورهای اقتصادی تر استفاده میشه. اینایی که دارید توی تصویر میبینید رزولوشن های مرسوم تر هستن و هر کدوم هم یه اسمی دارن. مثلا رزولوشن 1280 در 720 اسمش از رزولوشن 720p و اون p هم که مخفف پیکسل 720p، یا به این رزولوشن HD هم میگن. HD مخفف های دفینیشنه، یعنی کیفیت بالا. و خب 1080p هم داریم، رزولوشن 1920 در 1080 که بهش میگن 1080p و یکی از مرسوم ترین رزولوشن هاست و بهش رزولوشن FHD هم میگن که مخفف فول HDه، فول های دفینیشن. و خب خیلی همون فیلم هم دانلود میکنیم با این رزولوشن 1080p دانلود میکنیم و میبینیم. و اونایی که سیستم کامپیوترشون خیلی قوی نیست هم روی این رزولوشن بازی میکنن. در واقع رزولوشن ها رو توی بازی ها میشه تنظیم کرد دیگه. مثلا میخواید کیفیت تصویر اون بازی که دارید اجرا میکنید رو تنظیم بکنید، اینکه تصویر از چند تا پیکسل درست شده باشه، این رو هم میتونید تنظیم بکنید. تنظیم رزولوشن داره بازی. مثلا اونایی که سیستمشون خیلی قوی نیست میذارن روی این 1080p و حالا اون 720p که دیگه خیلی قدیمی شده و معمولا استفاده نمیکنن توی بازی‌ها. هرچی این رزولوشن بالاتر باشه بیشتر از کارت گرافیکتون کار میکشه و نیازمند اینه که شما کارت گرافیک قوی تری داشته باشید. دوستان رزولوشن مرسوم بعدی 1440p یا همون 2560 در 1440 که بهش QHD یا Code High Definition هم میگن و به خاطر این میگن QHD چون 4 برابر رزولوشن 720p یا همون HDه. خب حالا چرا این QHD یا 1440p 4 برابر 720pه؟ خب دقت بکنید QHD یا همون رزولوشن 2K هم بعضی رو بهش میگن 2560 پیکسل افقی داره دیگه، ولی اون HD معمولی 1280 تا داشت، یعنی نصفش دقیقاً. خب تعداد اون 2 برابره، پس چرا 4 برابر شده؟ چون هم پیکسل های افقی 2 برابرن هم پیکسل های عمودی. خب این 2 ضرب در 2 میشه 4 دیگه و الان توی تصویر هم دارید بهتر میبینید دیگه. اگه هم تعداد پیکسل های افقی هم عمودی رو نصفش بکنیم در واقع تعداد پیکسل ها میشه 1/4 نه 1/2. همین رزولوشن 1440p یا QHD یا همون کود HD، اون کود که نوشته نشونه 4 برابره، یعنی 4 تا. و یه رزولوشن مرسوم و بالای دیگه رزولوشن 4K یا همون 3840 در 2160 که بهش رزولوشن 2160p هم میگن یا همون 4K.
یه اسم دیگه هم رزولوشن UHD یا Ultra HD و این رزولوشن در واقع 4 برابر 1080p چون هم تعداد پیکسل های افقیش 2 برابره هم تعداد پیکسل های عمودیش و این 2 ضرب در 2 میشه 4. بچه‌ها 4K رزولوشن سنگینیه و توی بازی ها حالا فیلم 4K اگه شما فیلم سینمایی یا انیمیشن 4K ببینید خیلی سنگین نیست و هر سیستمی تقریبا از پسش برمیاد، ولی توی بازی ها فرق میکنه. توی گیم این رزولوشن خیلی سنگین محسوب میشه و بیشتر واسه بچه پولداراست و ماها که حالا خیلی وضعمون خوب نیست حداقل نمیتونیم بازی‌های جدیدتر رو روی رزولوشن 4K بازی بکنیم چون کارت گرافیک خیلی قوی میخواد. و این دوستان این رزولوشن بالاتر، نکته خیلی مهم، این رزولوشن بالاتر نیازمند اینه که کارت گرافیک شما ویرم بیشتری داشته باشه یا حافظه ویدیویی بیشتری داشته باشه. برای بازی کردن توی رزولوشن 1080p شما امروزه باید 8 گیگ ویرم داشته باشه کارت گرافیکتون، 8 گیگابایت. اواخر سال 2025 هم هستیم، من این ویدیو رو دارم ضبط میکنم. این امروزه که میگم منظورم اواخر 2025 و میخواید بازی 2024 25 رو بازی بکنید روی 1080p به 8 گیگابایت نیاز دارید. البته که خیلی از بازی امروزه خیلی سنگین شدن و اصلا نمیتونید نهایت تنظیمات گرافیکی رو روی بازی ها اعمال بکنید با 8 گیگابایت ویرم حتی اگه روی 1080p باشه و خیلی از بازی ها حتی 1080p هم 8 گیگ ویرم براش کمه و نیازمند اینه که شما 12 گیگ ویرم داشته باشید. خب 1440p هم همون 12 گیگ خیلی مناسب تره واسه رزولوشن 1440p. برای 4K حتی 12 گیگ، 8 گیگ که کنن هیچی، اصلا حرفش هم نیست، صحبتش نیست. برای 4K بهتره که شما 16 گیگابایت ویرم داشته باشه کارت گرافیکتون یا بالاتر. برای بازیایی که خیلی ویرم مصرف نمیکنن، حالا هر بازی با بازی فرق میکنه، بازیایی که کمتر ویرم مصرف میکنن 12 گیگ کاملا اوکیه برای 4K و بازیایی که مصرف ویرمشون بیشتره نیازمند 16 گیگابایت ویرمن. و دوستان این رزولوشن های تصویر که بهتون نشون دادم تنها رزولوشن های مانیتور نیستن اینا رزولوشن های مرسوم تر بودن، ما کلی رزولوشن دیگه هم داریم. البته این 8K که بهتون نشون دادم خیلی هم مرسوم نیست و اصلا مانیتور 8K اصلا اونقدر پیدا نمیشه توی بازار و تلویزیون 8K چرا داریم ولی مانیتور خیلی کمتر، بعید میدونم. اصلا کارت گرافیک هم در حدی نشدن که بتونن حداقل بازی ها رو روی 8K اجرا بکنن به راحتی، حداقل بازی جدیدتر که نه اینطوری نیستن. یکی دیگه از مشخصات مانیتور مربوط میشه به همین ابعاد مانیتور و در واقع نسبت ابعاد مانیتوره. مثلا ابعاد مانیتور ممکنه 16 به 9 باشه، نسبت طول به عرضش منظورم 16 به 9 باشه یا مثلا 4 به 3 باشه. حالا این یعنی چی؟ مثلا فرض کنید رزولوشن یه مانیتوری 2000 در 1000 یعنی پیکسل های عمودیش تعدادش 2000 تاه و عرضش نصف اینه یعنی 1000 تا پیکسل داره توی عرضش و اینجا نسبت ابعاد مانیتور به هم دیگه میشه 2 به 1 یعنی طول 2 برابر عرضه چون 2000 به 1000 بود دیگه. منظور از ابعاد تصویر همینه. الان همه این رزولوشن های مرسومی که بهتون نشون دادم نسبت ابعاد تصویرشون 16 به 9 و معنیش هم اینه که به ازای هر 16 تا پیکسل افقی که داریم 9 تا پیکسل عمودی داریم. مثلا رزولوشن 1920 در 1080 رو در نظر بگیرید. اگه بیایم 1920 رو تقسیم بکنیم به 1080 هر دوتا رو روی کسر قرار بدیم و این کسر رو ساده بکنیم در نهایت میرسیم به عدد 16 نهم. فقط این 1920 در 1080 هم نه، همه اون رزولوشن های مرسوم منظورم بود، همشون 16 به 9 هن. مانیتورهای قدیمی مربعی تر بودن، بیشتر شبیه مربع بودن. مثلا مانیتورهای CRT که خیلی قدیمی بودن مکعبی بودن، اینا نسبت ابعادشون 4 به 3 بود. ولی امروزه بیشتر مانیتورها 16 به 9 هستن. البته یه سری مانیتورها داریم به اسم مانیتورهای اولترا واید، همین که توی تصویر میبینید، اولترا واید یا فوق عریض. این مانیتورها معمولا نسبت ابعاد تصویرشون 32 به 9 یا 21 به 9 و خیلی هم عریضن دیگه، عرضشون خیلی زیاده. یه سری از گیمرها به این مانیتورهای اولترا واید علاقه دارن
چون که زاویه دیدشون توی بازی بیشتر میشه، جزئیات محیط بیشتری رو میتونن دور و اطرافش ببینن توی سمت چپ و راستشون. خب دوستان، یه سری از مانیتورها صفحه نمایششون به صورت خمیده یا کرد هست، ولی خب بیشترشون هم مانیتورهای تخت هستن یا فلت بهشون میگن، فلت. مانیتورهای خمیده یا همین کرد هم به درد گیمرها میخوره، چون که توی بازی ها تصاویر طبیعی تر شبیه سازی میشه اگه تصویر خمیده باشه. خب دوستان، یه موضوع دیگه ای هم هست که بهش میگن تراکم پیکسلی. گفته بودم این مانیتورهای صفحه نمایش بزرگتر ممکنه که یه مشکلی هم داشته باشن، اینجا داریم بهش میرسیم. دوستان، اگه صفحه نمایش شما خیلی بزرگ باشه، مثلا 57 اینچ باشه، ولی در عوض رزولوشنتون خیلی کم باشه، تعداد پیکسل های تصویرتون کم باشه، در این صورت مانیتور شما مجبوره که بیاد این سایز پیکسل ها رو بزرگتر بکنه که بتونه کل این تعداد پیکسل های کم رو توی این مانیتور بزرگ بگنجونه. و وقتی که این پیکسل ها بزرگتر میشن با چشم دیده میشن، و وقتی که با چشم دیده بشن دیگه کیفیت تصویر خیلی بد میشه. یکی از بدی های مانیتورهای بزرگ اینه. شما فرض کنید پول میدید یه مانیتور 36 اینچ میخرید که نسبتا بزرگ هم هست، رزولوشنش هم پایین نیست، خب 4Kه، ولی خب شما که همه بازی ها رو سیستمتون نمیکشه بذارید روی 4K، بازی شاید خیلی سنگین باشه و اصلا 4K جواب نده اون سیستمتون و مجبورید بذارید روی رزولوشن پایینتر، یعنی 1080p. خب این 1080p روی مانیتور 36 اینچ خیلی بد میشه، تعداد پیکسل ها بزرگ میشه، شما قشنگ دندون های تصویر رو میبینید که همون پیکسل ها هستن. شما دقت کردید که یه فیلم مثلا 720p و اگه توی تلویزیون ببینید، خیلیاتون این تجربه رو دارید، فیلم 720p یا کیفیت پایین رو میاد توی تلویزیون میبینید کیفیتش خیلی بده، اصلا پیکسل ها دیده میشن. ولی همون فیلم کیفیت پایین رو میاد توی صفحه نمایش کوچیک موبایلتون میبینید که کیفیت خیلی بهتر دیده میشه و دیگه خبری از اون دندونا نیستش، تصویر خیلی بهتر دیده میشه. خب دلیلش اینه که صفحه نمایش موبایل کوچیک‌تره و اشکالی نداره که فیلم با رزولوشن پایین‌تر رو توش ببینید، چون پیکسل ها انقدر کوچیک میشن که دیگه دیده نمیشن. اگه شما یه فیلم بی‌کیفیت رو دارید روی تلویزیون یا صفحه نمایش رو بزرگ میبینید، سعی کنید از صفحه نمایش فاصله بگیرید، اینجوری دیگه کیفیت بهتر دیده میشه، اون پیکسل ها دیده نمیشن، هرچی نزدیکتر برید بدتره. و توی خرید مانیتور و صفحه نمایش هم به این موضوع دقت بکنید. اگه یه مانیتور سایز بزرگ میخرید، رزولوشنش هم پایین نباشه، نه یه مانیتور 32 اینچ 1080p بگیرید، 32 اینچ باید 1440p باشه حداقل. و البته به سیستمتون رو هم دقت بکنید، سیستم کامپیوترتون قوی هستش؟ شما اصلا یه مانیتور میگیرید بزرگه ولی خب رزولوشن هم بالاست، میگید خب اوکی دیگه این رزولوشنش هم بالاه، درسته بزرگه ولی خب تعداد پیکسل هاش هم زیاده، ولی ببین آیا اون کارت گرافیکتون یا سیستمتون اونقدر قوی است که اون رزولوشن بالا رو توی بازی‌های امروزی جواب بده یا نه؟ و در کل تراکم پیکسلی مانیتورتون خوب باشه. این تراکم پیکسلی رو معمولا با واحد PPI نشون میدن که مخفف پیکسل پر اینچه، یعنی تعداد پیکسل در 1 اینچ. مثلا مانیتور من تراکم پیکسلیش اگر روی همون رزولوشن 1440p اصلیش بذارید، خب یک مانیتور 32 اینچه و رزولوشنش هم 2560 در 1440 1440p و 32 اینچ هم هست و تراکم پیکسلیش توی این حالت هست 91 ppi تقریبا و فکر میکنم حداقل تراکم پیکسلی که کیفیت تصویر خوبه، نسبتا قابل قبوله، کمتر از این دیگه خیلی جالب نیست. حالا میخواید ببینید که مثلا سایت های مختلف مانیتور با رزولوشن های مختلف چه PPI دارن، باید برید توی وبسایت سرچ بکنید، کلی وبسایت براتون میاره که اونجا رزولوشن رو دستی وارد میکنید، سایز مانیتور هم وارد میکنید و براتون حساب میکنه. در کل فکر میکنم تراکم پیکسلی زیر 90 نباشه بهتره. یکی دیگه از مشخصات مانیتور شدت روشنایی یا همون برایتنس هست به انگلیسی و نشون میده که مانیتورتون چقدر میتونه روشنایی داشته باشه و مثلا با واحد نیت هم نشون میدن. مثلا مانیتورهای 450 نیت داریم، 250 نیت مال خودمه، 250 نیت، 350 نیت داریم و خیلی جا هم با نیت نشون نمیدن واحدش رو، با کندلا بر متر مربع نشون میدن در واقع که دارید الان توی تصویر میبینید و معنیش هم اینه که توی هر متر مربع چقدر میتونه نور تولید بکنه، چقدر نور داره، چقدر روشنایی داره. و توی خیلی از بازی ها هرچی این نور بیشتر باشه، مثلا نورهای بالا مثل 420 نیت یا 450 نیت، اینا باعث میشن که جزئیات بازی بهتر دیده بشه. و حالا اگه هم خواستید نور مانیتورتون خیلی
زیاد نباشه میتونید دستی کمش بکنید، دکمه زیر مانیتور رو بزنید دستی این نور رو کمتر بکنید. نور خیلی زیاد هم ممکنه چشمای شما رو خسته بکنه، یا حتی اگه خیلی کم هم باشه ممکنه چشماتون خسته بشه. یه سری از مانیتورها یه سری سنسورهای تشخیص نور دارن که بر اساس نور اتاقتون یعنی نور مانیتور رو کم و زیاد میکنن تا چشماتون کمتر خسته بشه و انرژی هم بیخودی مصرف نشه. هرچی نوردهی بیشتر باشه مصرف انرژی مانیتور هم میره بالاتر. خب دوستان، آخرین موضوعی که باید بهش بپردازیم ورودی های تصویره. در واقع همون قسمت هایی که ما کابل مانیتور رو بهش وصل میکنیم. در واقع یه سر کابل وصل میشه به پشت کارت گرافیک و یه سر دیگه هم وصل میشه به این ورودی های مانیتور. مثلا کابل HDMI، ورودی HDMI ما داریم و کابل HDMI رو وصل میکنیم به این پورت ورودی مانیتور، یعنی پورت HDMI، و پورت دیسپلی پورت هم داریم. اینا دو نوع مرسومتر از پورت های ورودی مانیتور هستن. و زمان خرید مانیتور هم باید به این موضوع دقت بکنید. اگه مانیتوری که میخرید فقط این دو نوع پورت رو داره، یعنی HDMI و دیسپلی پورت رو داره، دقت بکنید که کارت گرافیک کامپیوترتون هم حداقل یکی از این نوع پورت ها رو داشته باشه که بتونید بهش وصلش بکنید. البته نداشتم میتونید با یه سری تبدیل ها وصلش بکنید، مثلا تبدیل HDMI به مثلا VGA یا DVI. کارت گرافیک های قدیمی تر این دو نوع پورت هم داشتن، پورت های قدیمی تر VGA که دیگه خیلی قدیمیه و DVI که اینم قدیمیه ولی خب به اندازه VGA قدیمی نیستش. تفاوت این پورت های مختلف اینه که چه مقدار رزولوشن رو مثلا میتونن انتقال بدن. مثلا توی VGA دیگه رزولوشن 4K رو نمیتونه انتقال بده و تو مانیتورایی که اصلا فقط همین نوع پورت رو داشتن ما نمیتونستیم رزولوشن 4K تنظیم بکنیم. ولی خب این پورت های امروزی HDMI و دیسپلی پورت به راحتی 4K رو پشتیبانی میکنن و حتی بالاتر از اون. خب دوستان، فعلا واسه امروز کافیه. مانیتور یکی دوتا بحث نداره، خیلی بحثاش زیاده. سعی کردم امروز یه سری از این اطلاعات رو بهتون بدم، بعدم ویدیوهای دیگه ای هم میسازم و حتما ویدیوی پیکسل و فریم رو هم ببینید که این ویدیوها رو متوجه بشید. خیلی خب، دمتون گرم، مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید. فعلا خدا نگهدار.